این دارت هم بردارین. کجا اینا کثیفن؟ بیرون. نظرش رو فرش. باشه مامان، میذاریم رو بالکن اونور. چه فرقی میکنه؟ میبینن اونورم دیگه. ببریم پایین بذاریم تو انبار. وای کی میخواد اینا رو دوباره برگردونه بالا؟ گرفتاری شدی. دستم افتاد. چیه؟ گوشی علیار. همه پیامایی که بهت داده بود و دیدم. اینستاگرام، تلگرام، واتساپ. تو این پیاما چی دیدی که بچه منو یه شب نبردی پیش خودت؟ ببخشید مهناز، ولی نمیتونی به من عذاب وجدان بدی. از چی میترسیدی؟ چجوری تا الان از عذاب وجدان نمردی؟ من در حیرتم. چرا من باید بمیرم مهناز؟ آخرین پیامش قبل از اینکه بمیره به تو بوده. دیدی چقدر بچگانه از دوست داشتن حرف زده دیگه؟ آخرین زنگش هم به تو بوده. گفته بری دنبالش، تو نرفتی. ولی دلیل نمیشه تو یا من مقصر مرگ علیار باشیم. هستیم. بی خودی خودتو گول نزن. علیار من فقط 14 سالش بود رنا. کدوم بچه 14 ساله طلای واقعی میخره واسه دختری به سن من؟ اینا هیچی، اینا رو که میدونیم. خلاص. اینو یه مدت بعد فوت علیار پیک آورد در خونه. پولشو از کجا می آورده؟ قمار بازی میکردم. قمار؟ چجوری؟ کجا؟ نمیدونم چجوری. با فرفرش تو مدرسه. مدرسه؟ اون وقت تو به من نمیگفتی؟ یه بار به من گفت به خاطر شما دارم این کارو میکنم، منم کلی دعواش کردم. قول دیگه نکن. بیا. پیشت باشه، بر تو گرفته بود دیگه. من نمیتونم. اذیتم میکنم. ناصر اشکانی دستو چی بدش تو؟ طبیعی ناصر اشکانی هم کلاسی علیار. سلام خانم. دماغت چی شده؟ علیار زده آقا. با چی زده؟ با کله. کجا زده؟ تو دعوا آقا. دعوا سر چی؟ چش تو چش. چش تو چش یعنی چی؟ آقا یعنی اون تو چشای ما نگاه کرد، ما هم تو چشای اون. هیچ کدوم سرمونو پایین ننداختیم آقا، دعوا شد. چرا همون موقع نیومدی بگی؟ تهدید کرد آقا. که چی کار میکنه؟ گفت به جون مادرم دهنتو سرویس میکنه. چجوری میتونست دهنتو سرویس کنه؟ میتونست بزنه دیگه آقا. دیگه؟ جلو بچه‌ها ضایع کنه آدمو. چجوری آدمو ضایع میکرد؟ آقا بعد از اینکه دماغمون شکست اسم گذاشتون. چه اسمی؟ یه بار بهم گفت فیلدماغ. دیگه از اون روز به بعد کل بچه‌ها اینطوری صدام کردن آقا. دیگه چه کارا بلد بود؟ آقا بلد بود آدمو بترسونه. آدم دورم میدیدتش استرس میگیره. پس بچه‌ها میترسیدن ازش؟ آقا بعد دعوا منم میترسیدم. چرا همون موقع نیومدی به ما بگی؟ آقا بازم میگم تهدید کرد به خدا. چرا الان اومدی بهمون بگی؟ آقا دیگه مرده بود، ما هم ازش نمیترسیدیم. خدا بیامرزتش. مرسی عزیزم.
تسوجی الما بده خانم سامی. رازیش کردم شکایت نکنه ولی خسارت ماشینشو میخوام. بیجا کرده. دوربینا رو چک کردم. اول کمر بندشو باز میکنه بعد میره میکوبه بهش. خوب. فکر نمی‌کنی میخواسته یه بلایی سر خودش بیاره؟ با بلایی که تو سرش آوردی چه احتیاجی داره بلا سر خودش بیاره؟ تو منم دوست داشتی. از یه جایی به بعد دیگه نداشتم. مهری هم از چشمت میفته. مهری هم منو دوست داره. چون نشناختتت هنوز. من هیچ دلیلی واسه کنار گذاشتن مهری ندارم. مگه برای کنار گذاشتن من دلیل داشتی؟ کم نه. یکیشو بگو. من یه عمر دارم جون آدمیزاد خرید و فروش میکنم. پول جمع میکنم واسه کی؟ من عاشق بچه بودم. تو هم از بچه داری خسته بودی. معلومم نبود. چی معلوم نبود؟ ها شک داشتی من بتونم بازم بچه دار بشم یا نه؟ شک داشتم که بخوای بازم بچه داشتی. تو 80% حرفات داشتی از بچه‌هات بد میگفتی. من از بچه ها بد آره؟ میگفتم؟ من از بچه ها بد آره تا میگفتم؟ من اگرم چیزی گفتم داشتم از سختی‌های بچه داری میگفتم. الان این بود دلیلت؟ تو هیچ دوست و رفیقی نداشتی. تنها کست من بودم. منم از اینکه همه کسی یه نفر باشم بدم میومد. میترسیدم. مهناز، من از یه جایی ممکن از این حرفم خوشت نیاد ولی من از یه جایی از سر عذاب وجدان داشتم باید ادامه میدادم. عذاب وجدان؟ آره، از یه جایی به بعد من همش ترس اینو داشتم که اگه من نباشم تو چی میشی؟ زندگی چی میشه؟ ولی یهو دیدم نه من میتونم، نه مسئولیتشو دارم، نه اصلا میخوام که تو رو خوشبخت کنم. تو چون رو من زیاد از حد حساب کرده بودی داشتی بد زندگی میکردی، داشتی غلط زندگی میکردی. من ایراد زیاد داشتم ولی تو منو به خاطر ایراداییم که میتونی بگیشون ول نکردی. تو منو به خاطر چیزایی که نمیتونی بگیشون ول کردی. به خاطر چیزایی که انقدر زشت و کثیف و شرم‌آورن که هیچ وقت رود نمیشه به زبون بیاریشون. مثلا تو دلت زن و بچه نمیخواست. تو دلت زن بچه میخواست. خوبی مهناز؟ ندا خوبی همه؟ بیا بینم ندا. تو نباید به با بزرگ سلام کنی قربونت دارم. ندا بیا اینجا. نمیبینی بچه میترسه نگات کنه؟ برو ماما. تو نمه از من پایم میکنی؟ بابا من اگه میخواستم همین 5 سال پیش ازامت جفتشون ازت میگرفتم. تو اگه میتونستی یه شب عرق نخوری آره همون اولین کارو میکرد. خواهی امتحان کنی؟ تهدید واسه چی؟ تو امتحانتو رو علیار خوب پس دادی. نمیخواد رو این یکی امتحان کنی دیگه. تو الان دستای منو گرفتی یعنی من میخوام برم اینا رو بذارم تو نمیذاری؟ نه من فقط میگم الان میریم تو جلوی قاضی حرفاتونو بگی مشکل حل کنین دیگه. واسه کنار اصلا تو طرف کی هستی؟ واسه کنار دارم حرف میزنم. خب نزدیک نشو از همینجا حرفتو بزن. عروس من با بچه تو یه دعوای ساده کردم. این کارو باش 1000 مرتبه کرده بودم. همیشه تو دعوای سادت یه نفر میمیره؟ اگه تو همزمان سر تو کار نمیرفتی بچه تو جمع میکردی درست تربیتش میکردی. آها الان که تو زدی بچه منو کشتی افتاد گردن کار کردن من؟ یعنی هر زنی شاغله باید بچه‌شو بکشن؟ قانون جدیده؟ بخشنامه شده ما خبر نداری؟ من بچه تو با کارانی درست کردم. به جای دستت درد نکنه گفت نمیخورم رفت در کوبید به هم رفتم بهش میگم چرا وحشی بازی در میگه وحشی خودتی و 7 جد آبادت. این کارا رو هر بچه‌ای تو این سن و سال میکنه. تو بیجا کردی دست رو بچه من بلند کردی. میلیون از بچه من شر و شیطون‌تر ریخته تو دنیا. همشون باید بمیرن. والا تا اونجا که ما یادمونه همیشه تو اشتباه میکنیم بقیه میمیرن. کی پسر منو برد تو بورس؟ اصلا اینو از من دور کن. پسر من اگه تو بورس زندگیش به باد نمیرم چرا واسه نمیکردم؟ ول کن بابا جان. مهناز تو پسر منو مجبور کردی خونه زندگی ماشینشو بفروشه بذاره تو بورس که یه ماه 2
برابر بشه. شد نشد زندگیش به باد ازم بچه اینجاست تا دهن منو باز نکنم. تا حرف میزنی بچه اینجا نیست. من حرف میزنم فقط بچه اینجاست. بچه نباید بفهمه قاتل باباش مامانشه. قاتل؟ بله اگه من قاتل علیارم تا قاتل پسر منه. گوش کن به من. ما دوتایی با هم دیگه تصمیم گرفته بودیم زندگی اونو درست بکنیم. نه تو نه هیچ کس دیگه ای نمیتونه بندازه گردن من. همین گردن توه. اگه به رود نمیارم دارم حیا میکنم. یعنی داری میگی چون فکر میکنی من پسرتو کشتم زدی بچه منو کشتی؟ فکر نمیکنم مطمئنم. پس به خاطر همین علیار منو کشتی. گوش کن ببین چی میگم. من این سیاهو فقط رو قبر تو در میارم. بشین تماشا کن. این هر غلطی میکنم. نکن بابا. من خودم کشم. مهناز اگه دنبال قاتل بچه‌تی که بکشیش راحت بشی قشنگ برو یه گوشه هم خودتو بکش که راحت بشی هم ما. آقا دادگاه اینجا بفرمایید بیرون. برو بیرون آقا برو بیرون. برو بیرون. بفرمایید بیرون خانم شما بفرمایید بیرون. آقا اینجا تجمع نکن ببینم. برو بفرمایید.